سلام، یه ویدیو چالشی داریم. اگه بخندم به هر ویدیو 10 ثانیه شیک میزنم براتون. بریم ویدیوها رو ببینیم. باعث قوی شدن عضلات سرشونه میشه، باعث میشه بدن شما شکل قشنگی بگیره و حرکت بسیار خوب و مفیدیه. میتونید این حرکت رو تو خونه روزی 3 تا کجا داری نگاه میکنی؟ دامه آموزش میدم من ay koko ay ngaki apa fotak ngako kotak ti ay koko ngoko ay kakak ngaki ay koko ngoko ay kakak ngaki पहला कपड़ा लंगोट होता है, उसमें जेब नहीं होती, और आखिरी कपड़ा कफन होता है, उसमें जेब नहीं होती। भाग हम सब रहे हैं, पहुंचना कहीं नहीं है अभी शरीर। इसलिए हर पल को एंजॉय करो। जो ये प्रेजेंट है ना, यही जिंदगी है। जिंदगी फ्यूचर भी नहीं है, जिंदगी पास भी नहीं है। जो मैं आपके साथ बैठा हूं, ये जिंदगी है। एक पल आगे जिंदगी नहीं है, तो पता नहीं क्या है क्या नहीं होना है, तो इसलिए उसको एंजॉय। wait lang. Kaya wag mo na papasok. Saglit lang. Bilisan mo. Wait lang. Saglit lang. Gumagawa ko ng... Saglit lang. Gumagawa ko merienda. Saglit lang. Saglit na kuya. Pasok na ako. Pasok. شاگرد نمیخواین شما؟ اوستا یه چاله کم نیست تو مغازم؟ بس دیگه همین یکی کار ما رو راه مندازه. اوستا کار موره؟ یعنی کار من و شما از هم جداست؟ اگر اینجوریه همین اول کار من بگم نیستم دیگه اصلا. نیافتی حالا. نمال برو گریس بیار. اوستا کریس میسوزونه. یه وازلین آوردن؟ وازلین برای چی آوردی؟ من بابا میگه روز اول کاری همیشه سخته، با این خواستم بگم آسان ترش کنم برای خودم. جان جا گذاشتم. گریس میسوزونه نه؟ دوستا من دیگه رفتم. خداحافظ. او چی برداشتی؟ خالی کن کیفتو؟ وازلینا هم در بیار. باشه خوشش آمد. اینو برداشتم. کجا بریم؟ کوی Itu nama kentukan ada apa ya? Daun itu. سفید مفیدی خوشگلی، تو دیگه چرا دنبال کاری میخوای برای این اون کار کنی؟ تو قشنگ میتونی رو پای خودت وایسی. ماشاءالله خوشگلی، سفیدی، همین سفیدی خودش به نظر کاری هم هستی، اهل کاری دیگه. حتما تو بچگیات کار کردی، پول خوبی هم میدن و دنبال کار واسه این اون نباش. از خوشگلی و سفید مفیدی استفاده کن. بازارش هم میگن هیچ وقت نمیخوابه، هیچ وقت. اهل کار باشی کارش هست، کارکنش هست، پول خوبی هم میدن انگار. از من بهتون نصیحت، خاصی کارگری کن یا هم برو خودت استفاده کن. مدلینگ شو، مدلینگ. من دارم میگم مدلینگ بشی. برای تصمیم خودته.
عشق قشنگ صد با میگم وقت مکالمه نشه که خرکی بام ندون کجا بنا برم کجا برم من با این چشمان سعید چه کنم آقا داماد متولد 79 بچه عروس من نیومد؟ من عروس شما عزیزم ببخشید فکر کردم همراه هستی. خواهش میکنم. حالا تو این سن جای تعجبم داره. عزیزم اختیار داری. چه میکاپی دوست داری برات بزنم؟ والا حاجی خدا بیامرز 10 سال فوت کرده. همسر اولم 10 سال فوت کرده. مرسی ممنون. اون از این چیزا سر در نمی آورد. منم دیگه بیخیال شدم. الان ازدواج دوممه. به خاطر قصای سنش خیلی چیزا رو دوست داره. میکاپ و عروس. مگه چند سالشه آقا داماد؟ متولد 79. اوه عزیزم مبارک باشه. مرسی به سلامتی. چشم یه چیز خوشگل برات میزنیم. مرسی ممنون. آقای داماد مبارکتون باشه. مرسی ممنون. عروس قشنگمون آماده است. بله. قبل از اینکه حالا عروسمون رو ببینید از حسوالتون بهم بگید. من خیلی خوشحالم. ان قسمت همه جوانا بعد 2 سال بروبیا تونستم جواب بلد ازش بگیرم و ایشالله بتونم خوشبختش کنم دیگه. ایشالله. اگه یه جمله قبل از این که عروس رو ببینید یه جمله بهش بگید که تو این ویدیو بمونه. خیلی دوستش دارم همین. عزیزم ایشالله که عشقتون پایدار بشه. وای عزیزم چقدر تو خوشگل شدی. این خدمت شما ماه بودی ماهتر شدی. یعنی آرزون بود تو این لباس من تو رو ببینم. عزیز من مرسی. ناهید خانم مرسی ممنونم. واقعا خیلی خوشگل شده. خواهش میکنم. عروس راضی بودید؟ اوکی همه چی؟ خیلی عالی. دستتون درد نکنه. از ناهید جونم خیلی تشکر میکنم. واقعا سنگ تموم گذاشتید. مبارکتون باشه. مرسی. خوشبخت باشید. زحمت کشید. خیلی ممنون. تزریق لبوچونه دوقلوهای خوشگلمون مدل قلوه‌ای چاکدار میخواستن. نیمرخشین لباشون با اینکه این همه لیفت شده ولی چقدر فلت و خوشگله. مبارکتون باشه. اسما چند تا فرزند دیگه داریم؟ کلا ما 4 تا دختر داریم. فاطمه حلما خانم و فاطمه اسما خانم، فاطمه سلمى خانم و فاطمه نجما. فاطمه سینچین، فاطمه پیکنیک، فاطمه کتری، خود من فاطمه فاضل. من از دوحه اومده بودم اینجا به خاطر اینکه خواهرم گربه‌شو از دست داده بود. منم گلم برای سگم. دل غافل و جر نیامان دنیا دی. سلام، من یعقوب هستم، یک مرد کامل. به نظرم مرد بودن برمیش و سیبی نیست. مرد بودن به قلوحته که من دارم. من مردم. مرد